در دنیای پر رمز و راز جاسوسی یک نام بر زبانها جاری است: موساد، یکی از برترین و مخوفترین سازمانهای اطلاعاتی در جهان. همونطور که اشاره کردیم، موساد که به معنی سازمان اطلاعات و عملیات ویژه است، یکی از کارآمدترین و خطرناکترین سازمانهای اطلاعاتی در سراسر جهانه. اما برای شناخت بهتر اون بیایید نگاهی کوتاه به تاریخچه کشور اسرائیل بندازیم. پیش از تأسیس اسرائیل، منطقه‌ای که اکنون با نام اسرائیل شناخته میشه به نام‌های مختلفی مثل سرزمین کنعان، فلسطین و سرزمین مقدس شناخته میشد. در دوران مدرن با افزایش یهود ستیزی در اروپا و شروع جنبش صهیونیسم، زمین سازی‌های مهاجرت یهودیان به این منطقه آغاز شد و در نهایت در سال 1948 با اعلام استقلال مردم یهود توسط دیوید بن گوریون، نخست وزیر وقت، کشور اسرائیل با حمایت‌های بریتانیا تأسیس شد. با اعلام استقلال اسرائیل، تغییرات گسترده‌ای در منطقه شکل گرفت که موجب جنگ با کشورهای عربی شد. از جمله اونها میتوان به جنگ 2006 با حزب الله لبنان، جنگ 1973، جنگ 1967، جنگ 1956 و جنگ استقلال در 1948 اشاره کرد. به همین موجب اسرائیل وجود نیروی نظامی و اطلاعاتی قدرتمند رو برای بقای خودش واجب میدید. از همین روز سازمان‌های شین بت و موساد در سال 1948 و آمان در سال 1950 تأسیس شدند. شین بت سازمان اطلاعات و عملیات داخلی، موساد سازمان اطلاعات و عملیات خارجی و آمان سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل میباشند. این سازمان‌ها بر پایه بقایای سازمان هاگانا که یک سازمان شبه نظامی یهودی وفادار به ایدئولوژی صهیونیسم بود تشکیل شدند. هاگانا در سال 1920 در فلسطین شکل گرفت که به تدریج به شاخه نظامی غیر رسمی آژانس یهود تبدیل شد و با اعلام استقلال اسرائیل در سال 1948 با دیگر گروه‌های شبه نظامی ادغام و به صورت نیروی نظامی دولت اسرائیل تجدید ساختار شد. اما برگردیم به موضوع اصلی: موساد. ریاست این سازمان با نخست وزیر اسرائیل دیوید بارنیاس. او در ژوئن 2021 جانشین یوسی کوهن شد و به عنوان رئیس فعلی موساد شناخته میشه. دیوید بارنیا در سال 1996 به موساد پیوسته و تا پیش از این به عنوان معاون سرویس جاسوسی فعالیت داشته. دفتر اصلی این سازمان در تل‌آویو است و طبق آخرین برآوردهای انجام شده حدوداً دارای 7000 نفر نیروی دفتری و اداری می باشد که بعد از سازمان CIA بزرگترین سازمان جاسوسی در دنیای غرب محسوب میشه. همچنین طبق آمارها بودجه سالانه این سازمان حدود 3 میلیارد دلار است. موساد از 7 بخش اصلی تشکیل شده: بخش جمع‌آوری اطلاعات که بزرگترین بخش موساده و مسئولیت عملیات‌های جاسوسی رو به عهده داره، بخش همکاری و اقدام سیاسی، بخش تبلیغات و ضد تبلیغات، بخش تحقیقات، بخش تکنولوژی، بخش عملیات ویژه و کیدون. البته باید به این توجه داشت که ممکنه بخش‌های دیگه‌ای در موساد وجود داشته باشن که اطلاعات رسمی در مورد اونها در دسترس نیست. اما بیایید کمی ریزتر به بخش عملیات ویژه و کیدون نگاه کنیم. واحد کیدون در سازمان موساد به عنوان گروه نخبه کشتار معروفه. کیدون در سال 1972 پس از حملات تروریستی به ورزشکاران اسرائیلی در المپیک مونیخ تأسیس شد. این واحد برای اجرای عملیات ترور و یا روبودن افرادی که به عنوان تروریست شناخته میشن مسئوله. اما بخش عملیات ویژه مسئولیت انجام عملیات‌هایی رو که به دلیل حساسیت بالای اونها نیاز به دقت و تخصص بیشتری دارند بر عهده داره. به طور کلی هر دو واحد در اجرای عملیات‌های ترور مشغول هستند، اما کیدون بیشتر بر روی کشتارهای هدفمند در سرزمین‌های خارجی تمرکز داره، در حالی که بخش عملیات ویژه بر روی عملیات‌های بسیار حساس و مهم تمرکز داره.
طی این عملیات محسن فخریزاده، دانشمند هسته‌ای، معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی و سردار سپاه پاسداران ترور شد. فخریزاده یکی از بالارده و تأثیرگذارترین مهره‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به حساب می اومد، به گونه‌ای که در سال 2009 نیز موساد قصد ترور اون رو داشت، اما تو لحظات آخر متوجه لو رفتن نقششون میشن و عملیات رو کنسل میکنن. اما سرانجام تو سال 1399 در نزدیکی ماشین فخریزاده و اصابت چندین گلوله موساد موفق میشه کار ناتموم خودش رو به اتمام برسونه. در این واقعه 11 ورزشکار اسرائیلی و یک پلیس آلمانی کشته شدند. طی جریان بازی‌های المپیک تابستانی سال 1972 با حمله اعضای گروه فلسطینی سپتامبر سیاه علیه گروه ورزشی اسرائیل این اتفاق رخ داد. در پاسخ به این حمله، اسرائیل عملیاتی را با نام خشم خدا با هدف انتقام از دست‌اندرکاران و برنامه ریزان واقعه تروریستی مونیخ آغاز کرد. طی این عملیات موساد تعدادی از افرادی که در قتل عام مونیخ دست داشتن رو در سراسر اروپا و خاورمیانه شناسایی و ترور کرد. این عملیات یکی از معروفترین و حساس‌ترین عملیات‌های موساد به شمار می‌رود. دستگیری و انتقال آدولف آیشمن، یکی از افسران بلندپایه حزب نازی، توسط یک گروه کماندویی متشکل از شاباک و موساد به اسرائیل. آیشمن مسئول اداره امور مربوط به یهودیان و از افسران ارشد حکومت نازی محسوب میشد که در جنگ جهانی دوم دستور فرستادن بسیاری از یهودیان رو به کوره‌های آدمسوزی صادر کرده بود. محاکمه آیشمن در 12 دسامبر 1961 در تل‌آویو آغاز شد. اون اتهاماتش در دادگاه رو نپذیرفت و خودش رو بیگناه میدونست، اما دادگاه اون رو گناهکار تشخیص داد و سرانجام در سال 1962 در اسرائیل اعدام شد. با وجود تمام این عملیات‌های دقیق و موفق، موساد شکست‌هایی هم در کارنامه خودش ثبت کرده که از جمله اونها میتوان به عملیات طوفان الاقصی اشاره کرد. اما چرا موساد به یک ابرقدرت در دنیای جاسوسی و ترور تبدیل شد؟ خب جواب این سوال بسیار ساده است. بودجه بزرگ و تعداد بالای کارکنان، عملیات‌های موفقیت آمیز برجسته، شبکه جاسوسی و ارتباطات گسترده در سطح جهانی، تاثیرگذاری در سیاست‌های خارجی اسرائیل، در اختیار داشتن تجهیزات نظامی روز دنیا و ده‌ها مورد دیگه. اما از نظر شما موفق ترین سازمان جاسوسی جهان کدومه؟ CIA، MI6، موساد یا حتی سازمان اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی؟ حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید.